هادی چوپان روزی 3 کیلو گوشت میخوره. هر جا صحبت از عضله و بدنسازی میشه میگن اینا که همش دارو و مکمله، ولی واقعیت ماجرا یه چیز دیگه است. هادی چوپان قهرمان مستر المپیا روزی 7 وعده پروپیمون غذا میخوره که شاید خوردن یکی از وعده‌هاش ما رو واسه یه هفته سیر کنه. مثلا هادی برای صبحونه 10 تا تخم مرغ پز و 300 گرم ماهی سالمون به علاوه یه قابلمه ماکارونی، کلم بروکلی و قارچ میزنه به بدن. از اون ور برای وعده بعدی 6 تا سینه مرغ با 3 لیوان برنج کته 3 سوته میخوره. البته همیشه یه عالمه سبزیجات و آووکادو و کلی میوه‌های دیگه هم کنار غذاش هست. تا اینجاش فکر کنم دل و روده خیلیامون درد گرفته، ولی تازه اینا شروع کار. هادی چوپان خودش میگه که روزی بین 2 تا 3 کیلوگرم گوشت قرمز میخوره. یعنی یه سال غذای هادی برابر با یه گله گاو و گوسفند. یه حساب سرانگشتی نشون میده روزی حداقل 8 میلیون تومان فقط هزینه غذای قهرمان مستر المپیاست. حالا کاری به اون همه تمرین و وزن و دمبلای سنگینی که مثل آب خوردن میزنه نداریم، چون ما همه با هم تیم هم بشیم یکی از اونها رو حتی تکون هم نمیتونیم بدیم. هادی امسال نتونست قهرمانی مستر المپیا رو تکرار کنه و دوم شد. رقیبش دریک لانسفورد 30 ساله که تونست اول بشه، اهل آمریکاست و از 22 سالگی به صورت حرفه‌ای بدنسازی رو شروع کرده. 165 سانتی متر قد داره و 108 کیلوگرم وزنشه که این عددا نشون میده که دریک هم حسابی به رژیم غذاییش اهمیت میده. حالا که با گوشه‌ای از خورد و خوراک هادی چوپان آشنا شدیم، به نظر شما دریک لانسفورد روزی چند کیلو گوشت میخوره که قهرمان شده؟